سلام، وقتتون بخیر. فرام عرضی هستم، مدرس زبان. در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب کار زبان انگلیسی پایه 12. برای دیدن آموزش همه قسمت های این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و در اونجا همه آموزش این کتاب رو ببینید. خب بریم به بررسی درس امروز رو پردازیم. پس قبل از شروع درس، اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود، ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید. سوالات و نظرات خودتون رو هم در قسمت کامنت بنویسید. خب بریم به بررسی تمرین صفحه 33 کتاب کار زبان انگلیسی پایه 12 بپردازیم. خب تمرین سی گفته که match the definitions with the words. میگه که تعاریف رو با لغات تطبیق بدید، مچ کنید. definitions یعنی تعاریف، words هم یعنی لغات. یکی از سوالاتی که من همیشه توی امتحان‌های نهایی مشاهده کردم اینه که از دانش آموزان میخواد که لغت‌ها رو به تعاریف وصل کنن یا لغت‌ها رو با تعاریف تطبیق بدن، مچشون کنن. مثل همین تمرینی که اینجا مشاهده میکنید. در قسمت A چند تا تعریف داده، در قسمت B هم چند تا لغت داده. شما باید این تعاریف رو به لغت‌ها وصل کنید یا اینا رو با هم دیگه تطبیق بدید. اول لغت‌ها رو بگم. symbol یعنی نماد، figure out فهمیدن، arrange مرتب کردن، چیدن، تنظیم کردن، recommend توصیه کردن، contain یعنی حاوی بودن، شامل بودن، در بر داشتن. suppose یعنی فرض کردن، فکر کردن. خب این از لغات. حالا بریم سراغ تعاریف. تعریف شماره 1. organize and put in order. خب organize یعنی سازماندهی کردن. organize سازماندهی کردن. put یعنی گذاشتن. in order یعنی به ترتیب. سازماندهی کردن و گذاشتن به ترتیب. خب این تعریف در واقع مناسب کلمه arrange هست. شماره 2. think and believe فکر کردن و باور داشتن. خب این تعریف برای کلمه suppose هست. شماره 3. something that stands for something else چیزی که مخفف چیز دیگری است. something یعنی چیزی، stand for یعنی مخفف چیزی بودن، something else یعنی چیز دیگر. else یعنی دیگر، something یعنی چیز. خب کلمه مناسب این تعریف میشه symbol. شماره 4. have something inside. inside یعنی داخله، درونه. داشتن چیزی داخل. این تعریف مناسب کلمه contain هست که یعنی حاوی بودن، شامل بودن، در بر داشتن. و شماره 5. tell somebody that something is good. خب tell somebody یعنی به شخصی بگی. tell یعنی گفتن، somebody یعنی شخصی. به شخصی بگی که something is good چیزی خوبه. خب این تعریف مناسب کلمه recommend هست. recommend یعنی توصیه کردن. خب اینم از تمرین صفحه 33 کتاب کار زبان انگلیسی پایه 12. برای دیدن سایر قسمت‌های کتاب کار زبان انگلیسی پایه 12 میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و از اونجا کتاب کار زبان 12 رو انتخاب کنید و سایر قسمت‌ها رو هم تماشا کنید. با آرزوی موفقیت برای همه شما دانش آموزان عزیز.